اطلاعاتی که به دستمون رسیده هواپیما ساعت 15 امروز از پیست پرواز کرده و حدود 40 دقیقه بعد ارتباط اتاق فرمان با هواپیما قطع شده. بله بینندگان عزیز، توضیحات مسئولین درباره این موضوع تا این لحظه در همین حد بوده. در حال حاضر نیروهای گشت دنبال هواپیمایی هستند که توسط فاتح شکرجی‌زاده از پیست حرکت کرده. این مرد جوان که مدیریت هلدینگ شکرجی‌زاده ها را به عهده گرفته، همراه زینب تاشکین که در آمریکا آشنا شده ازدواج کرده و پسرش سلیم شکرجی‌زاده مدتی کوتاهی قبل به وطن برگشته و الان مدیریت هلدینگ شکرجی‌زاده ها از پدر به پسر واگذار شد. گلای جون، همه وسایل برمیگرده به جایی که باید باشه. اتاق داداش و زن داداش. با کمال میل. سلیم مقدس دخالت نکن. سلیم چی کار میکنی؟ همه چی برمیگردونیم سر جاش. دیگه چی خانوم؟ اونو بردار. نه مامان، همه چی برمیگرده سر جاش. اون تابلو اونجا بود. گفتم عمو فهمی. بله مته جان. مته این چه قیافه ایه؟ فاتح طوری شده؟ حرف بزن دیگه مته. هواپیمای فاتح افتاده. Düşlerimi kimse bilmez. Söyleyemediğim sözlerimi dinlemezler. Sen ve ben başrollerde. Hiç bitmesin bu oyun. Hep benle kal gitme gel. Açılsın artık perde. Sen ve ben başrollerde. Hiç bitmesin bu oyun. Hep benle kal gitme. Hep benle kal gitme. Hep benle kal gitme. Hiç bitmesin bu oyun. Hep benle kal gitme gel. زینب سلیم هواپیماش افتاده. نگران نباش من میبرمت اونجا. باشه با هم میریم. باید پیشش باشه. آروم باش. بذار برم خواهش میکنم. من باید باش. زینب باشو. زینب چشمتو باز کن. گلای زینب باشو. گلای دکتر خبر کنید. گلای زود باش دکتر خبر کنید. زینب باشو. زینب گلای دکتر خبر کن. زینب باشو بریم پیش داداش. یواش مراقب باشین. حواستون به اینجا باشه. یه پله است. فهمی؟ سب کن. باز کن. فهمی؟ خبری هست؟ نه شوکت نیست. حال مادر بد شد. من میرم بیمارستان. راحت شدم. ببین شوکت اینجا رو به تو میسپارم. خیالت راحت باشه. نگران نباش. باید
باید بریم پیشش، باید بریم. اون نگران من میشه. تو رو زینب. خدا بیا بریم بغلم، پیشش. نگران بیا نباش. بیا بابا بابا نگران داریش نباش. نشه. بیا تو رو عزیزم. خدا، بیا عزیزم تو رو خدا نگران بریم نباش. فاطمه فاطمه پیدا پیدا کنیم. کنیم. بابا نگران تو رو نباش. هیچی نمیشه. زینب خانم پیداش نگران کردن نباشین. هواپیما رو پیداش کردن آقا فاتح تو اون هواپیما نبوده خدایا ممنونم. داداشم زنده است. اطراف هواپیما پیداش نکردن حدس میزنن با چتر نجات پریده پایین دارن دنبالش میگردن هواپیما کجا بوده مصطفی؟ اطراف ساکاریا خانم ببین زینب دیدی گفتم فاتح آدم باهوشیه. باشیم بریم. مصطفی ماشینو بردار. زینب وایسا. با هم بیا دیگه عزیزم. میریم. از این ور به خودمون بریم. اورهان به مادرت خبر بده. باشه. باشه مثلا. بابا واقعا حالش خوبه. بیا. نترس درست میشه. من تو هوام؟ خدایا من مردم؟ آی خدای شکرت. آی زنده. آی من کجام؟ من کجام؟ کجا آمدم؟ من کجام؟ آی پاراشوت گیر کرده. آی چقدرم بالاست. بپرم دست و پام میشکنه. نه بابا چرا بپرم؟ حتما دارن دنبالم میگردن. حتما میگردن دیگه. کمک! کسی اینجا نیست؟ صدای منو میشنوین؟ کمک! کسی اینجا نیست؟ ای بابا 1 ساعت شد هیچ کس نیست. عروسک خیمه شب بازی شده. آخ همه جام خوش شده. آی عجب خدایا نگاه کن چه گیری کردیم. ما بپر فاتح. فاتح تو میتونی بپر. تو پهلوونی. هیچ چیت نمیشه. 1 2 3 آخ آی 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 خدا پام شکست. آی آی نه 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 هیچی نشده. آخ حالا کجا برم؟ یا بهتر اصلا نرم؟ خدایا اینجا دیگه کجاست؟ آخ آیا همه جام خوش شده. آی بهتره یکم اینجا بشینم. کمک! این صدای هواپیماست؟ آره آره هواپیماست. کمک! هی! من اینجا هی! پایین رو نگاه کن. هی! خدا کنه سقوط.
گریه نکن دخترم. عزیز بابا، همه چی درست میشه. فاتح سعی و سالم برمیگرده میاد. مادر بزرگتم خوب میشه. همه چی درست میشه دختر. گریه نکن عزیز. سلیم، حق با عمو فهمی. از داداشت خبر بدی نرسیده. لطفاً گریه نکن. باشه بابا. مامان چطوره؟ بهتره، اما هنوز تو شوکه. بردنش بالا تو بخش. میخوای یه سر بهش بزن. اول به زینب زنگ میزنم ببینم وضعیت چطوره، بعد ببینم به مامان چیه باید بگم. باشه خوشگلم. عمو فهمی، من برم پیش سلیم. باشه. زینب کجایی؟ تو راهیم جونم، داریم میریم. خبری تازه‌ای هست؟ بهتون زنگ نزدن؟ نه عزیزم نزدن. گلسوم خانم چطوره، خوبه؟ دکترها گفتن وضعیتش وخیمه. هنوز تو آیسیوه. سلین جون تو نگران نباش عزیزم. خیلی خوب. گلسوم خانم زن خیلی قویه. به این راحتی ها تسلیم نمیشه. امیدوارم حق با تو باشه زینب. همه چی درست میشه سلین جون. من ایمان دارم، تو هم داشته باش. خیلی خوب. باشه. سلین جون من فعلا قطع میکنم. خبری بگیرم حتما بهت زنگ میزنم. باشه زینب، بدون داداش تو پیداش نکردی بر نگردی یا باشه؟ نگران نباش، بدون فاتح هیچ جا بر نمیگردم. خودت هم میدونی چقدر یه دندم. میدونم. سلین خبری بگیرم حتما بهت زنگ میزنم. فعلا خداحافظ. باشه. نگران نباش زینب جون، پیداش میکنیم. من هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. خودم هم میدونم پیداش میکنیم. یه حسی بهم میگه. پسرم یکم گاز بده دیگه، انقدر مسمس نکن. تو میتونی فاتح. یکم دیگه. زود باش فاتح، زود باش. بگیر. بازم مونده. یکم آخرشه. نشد. این دیگه چه مدلیه؟ چوب به چوب به ماری آتیش میگیره آخه. همشون الکی بود. ای خدا. اگه تا تومه گرگ و شیر نشدیم از اینجا خلاص بشم و گوسفند میکشم. همینجا نظرش میکنم. هوش. پیش. یا خدا. کمک. هوش. من کجام؟ همه جام درد میکنه. چجور نیافتادم؟ هیچ کس نیومد.
از بیابی دارم میمیرم. نه نمیشه، من میرم. کمک. آی گرگه کو؟ حتما رفته. هوش. خیلی گشنمه، از بیابی دارم میمیرم. این چی بود؟ مگه میوه کاج نیست؟ خیلی گشنمه. آب. گشت منطقه ادامه داره. منطقه سقوط تا 10 کیلومتریش با نیروی پیاده تحت بررسیه. خب پس منم میرم میگردم. نمیتونم همینجوری دست رو دست بذارم. زینب خانم مطمئن باشین درکتون میکنم، اما بازمانده با یه اکیپ بزرگ ببینید آقای محترم، اون شوهر منه. اون بازمانده‌ای که میگین شوهر منه. به دست و پای هیچ کس نمیپیچم. لازم باشه تو حد توان خودم دنبالش میگردم، اما نمیتونین جلومو بگیری. بیا. فرمانده یه چتر نجات پیدا شده. زود باشین را بیافتیم بریم. صبر کن باشه. ببینین اونجا زحمت نکش. اکیپو بفرستین منطقه. اطاعت میشه. من کجام؟ خونه مرچه ها. پروتئین کجایین ها. کجایین آخه کوچ کردین. خدایا چی کار کنم. خدایا آی. پریده زنده مونده. میدونستم فاتح به این راحتی تسلیم نمیشه. فاتح پسر باهوشیه، همین دورو برای یه جا منتظرمونه. زینب دیگه تا پیدا شدن شوهرتون چیزی نمونده. شما رو برسونیم هتلتون، یکم استراحت کنیم. تا خبری بشه باهاتون تماس میگیریم. نه من نمیخوام برگردم هتل. باید اینجا بمونم. میخوام وقتی فاتح پیدا شد اول منو ببینه. فهمی؟ پاراشوت فاتح پیدا شد، زنده مونده. همین دورو براس نترس. فاتح نجات پیدا کرده؟ آره معلومه طوریش نشده. پیدا شد بهت خبر میدم. گلسم خانم چطوره؟ مادر هنوز تو ICU شوکت. فعلا که خبری نیست. ای بابا باشه، خدا زودتر شفاش بده. حرف میزنیم. ممنون شوکت، ممنون. سلیم قهوه؟ نه عزیزم ممنون. عمو فهمی خان چیزه قهوه؟ پاراشوت فاتح پیدا شده. خودش چی؟ اونجا نبوده، اما میگن همون دور و برعکس پیدا میشه. آی خدا رو شکر. خدا رو شکر. سلیم بابات. من به ماما خبر بدم.
قهوه؟ ممنون. عمو فهمی خان، میگم این واقعا خیلی خبر خوبیه. فهمی خان، الان یه خبر خیلی خوب رسید. پاراشوت فاتح پیدا شده. یعنی پریده زنده مونده. اوه خدای هزار باشه که تو بگم کمت گفتم. فهمی خان چشمتون روشن. ممنون، زنده باشین. خدا رو شکر پسرمونو بهمون بخشید. اوی خدا، چشمون روشن. چیزه گلسوم خانم گلم چطورن؟ خوبن؟ خدا بخواد اونم سعی و سالم مرخص میشن. امیدوارم. اورهان اومدم. بفرمایین عمو فهمی خان. اورهان، نمیخوام سلین اینجا بمونه. هرچی میمونه بیشتر به هم میریزه. از مادرم هنوز خبر خوبی نگرفتیم. خدای نکرده هر لحظه هر چیزی ممکنه. برش دار، ببرش خونه. عمو فهمی خان، شما که سلینو میشناسی، نمیره. مرد باش راضیش کن. مرد باشم راضیش کنم. من رفتم. فهمی خان، این مقدس خانم چطورن؟ میذارن ببینمش؟ برم یه سر بهش بزنم. یکم بعد مرخصش میکنن. دیگه تو خونه میبینینش. خدا رو شکر به خیر گذشت. سلین، بیا ما بریم خونه. نه اورهان، من هیچ جا نمیرم. اما خودتو هلاک کردن هیچ فایده‌ای براش نداره سلین. دست خودم نیست اورهان. وقتی مامان و مامان بزرگم اینجا خوابیدن نمیتونم برم خونه. به عمو فهمی فکر کن. نمیبینی مرد بیچاره داغون شده، به کدومتون برسه؟ وقتی اینطوری میبینتت خیلی اذیت میشه. اصرار نکن اورهان، من جایی نمیرم، همینجا میمونم. اما یکی هست که از همه اینجایی‌ها بیشتر بهت احتیاج داره. کی؟ نمیدونی کی؟ سلیم. نکنه سلیم طوری شده؟ دیگه از این بدتر؟ باباش گم شده، مامانش پیشش نیست. یعنی الان هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش پیشش نیستن. دوبله شده دا. لاک پشت. چطوری؟ لاکشو چطوری؟ آخ این چیه؟ بچه داره. تو رو راحت تر میشه. سلیم، زینب، من فاتحم. نمیتونم بخورمتون. این عکس رو خراب نمیکنم. فاتح خودتون رو پیدا کنین. تو حیات وحش وجدان برای چیه؟ فاتح
قیمتی شده پیدات میکنم فاطمه. هر جا باشی پیدات میکنم. بدون تو بر نمیگردم. کمک! کسی اینجا نیست؟ کمک! من کجا افتادم آخه؟ این همه جا افتادم، جایی که پرنده پر نمیزنه. خدایا اینجا دیگه کجاست؟ کمک! آخه تو رو چی به تازه مدرکتو گرفتی یا فکر کردی دیگه خلبان شدی؟ برو لب ساحل قدم بزن دیگه به مرده خدا. من کجام؟ کمک! کمک! اکو بوده. کسی اینجا نیست. خدایا از بیابی میمیرم. این همه کوچ چطور آفریدی؟ یه بارونم بفرست دیگه. آب! کمک! سلام پدر جون. سلام دخترم، بفرما، بگو کاری داشتی؟ من دنبال یکی میگردم. ممکنه این دورو برا دیده باشینش؟ دنبال چه جور آدمی میگردی؟ یه چشم ابرو مشکی خوشتیپ؟ بله دقیقا همین. خب قدش به من میخوره؟ خب تقریبا کم و بیش همینه. همچین یه ذره ساده و معصومه. بله همینطوریه. همچین یه ذره هم گیج میزنه. آره خودشه گیج میزنه. دوله شده دیدینش؟ استدیو جن. دیدم. کجا دیدین؟ خونه خودم. خونه شما؟ آره تو پسرمو میگی دیگه. آقا تو چی داری میگی؟ میگم درست همونیه که میخوای. من خودم شوهر دارم آقا، دارم دنبال شوهرم میگردم. ببین اینو ندیدیش ها؟ ندیدم. بله بابا. خبری هست زینب؟ نه خبری نیست، دارم میگردم. خداحافظ. پسر منو نمیبینی؟ آقا جان میگم شوهر دارم، شوهر، حتی بچه هم دارم. عجبا. بچه مشنگ من باز موند رو دستم.
آب. 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 نه وای خدایا آدم آب آب تو دیگه کی هستی؟ گفتم تو کی آقا؟ خدا خیرت بده آبجی. من فاتح شکرجی زادم. من بازمانده‌ام. هواپیمام سقوط کرده. دنبالم میگردم. از تشنگی و گشنگی دارم میمیرم. کمکم کردی. خیلی ممنون. بگو جبران کن. یعنی هرچی خواستم بخوام؟ آره بگو هرچی خواستی. چیزی موبایلی چیزی داری؟ من باید به خانوادم زنگ بزنم. آها تلفن نه. الو ها داداش سر زمینم. خب بابا میگم سر زمین ها گابا رو آوردم چرا کنن. بابا میگم سر زمینم برادر زمین. من غیر از زمین کجا میتونم برم آخه؟ باشه خدافظ. گفتم باشه. نگفتی گوشی نداری؟ چیزه؟ خب گوشی که هست شارژ نیست. فقط وقتی از بیرون زنگ میزنن اینجوری میتونم جواب بدم بهشون. همین دیگه. به جان خودت قسم حتی تنگ زنگم نمیتونم بزنم. به خود راستشو میگم. نه شماره های ضروری رو میشه گرفت. گوشی رو بدین به من زنگ بزنم. همه نگرانم شدن لطفا. نه نمیشه. چرا؟ توش پیامای خصوصی دارم داداش. نه ترس آبجی اونا رو نگاه نمی کنم. من فقط یه زنگ میزنم نگاه نمی کنم. میگم نمیشه. نمیتونم. توش عکسای ناموسی دارم پسر جون. نمیتونم بهت بدم. بابا نگران نباشین. فقط زنگ میزنم زود برش میگردم. بابا دارم میگم توش پیام دارم که خصوصیه. میگم بدش به من. بدش من ببینم. بدش من میخوام زنگ بزنم پلیس. میذارم میکشم تو. بابا کاری ندارم. فقط میخوام به پلیس زنگ بزنم. یه لحظه وایسا. عکس ناموسی دارم. یه زنگ میخوام بزنم. یه زنگ فقط. بده من گوشی رو یه دقیقه بده. بابا یه زنگ میزنم بعد گوشی رو بهت بر میگردونم دیگه. بقیه‌شم بیا دیگه. بیا بقیه‌شم بیا دیگه بیا. چی کار داری میکنی؟ برو آبجی ما چی کار داری؟ نه چیزه میخواستم چیز کنم. نه سوء تفاهم شده. من فاتح شکرچی زادم. چیزم بازمانده هواپیمام سقوط کرد اینجا. این خانم به من کمک کرد. فقط کمکم کرد. افتادی رو آبجی ما؟ نه اونطوری نیست. ببینید من چیز خواستم. اینم گفت نه منم. هرکی که چی میگی؟ من چی میگم؟ چیز داداش
این پسر چیزه. آره داره میگه. این پسر فاتح از استانبول با هواپیما اومده اینجا با هم فرار کنیم. ما هم دیگه رو دوست داریم داداش. تو به خاص خودت ما رو باید ما رو دوتور به هم دیگه برسونی. چی میگی زنی که؟ نه آقا به خدا همچین چیزی نیست. چیزی بینمون نیست. من نمیشناسمش، الان دیدمش. من یکی دیگه رو دوست دارم. من زینب رو میشناسم. زینب راست میگه؟ آره خانده داشت، به خدا راست میگه. دیدی با زبون خودش اعتراف کرد. داره ما هم دیگه رو دوست داریم. اگه چیه؟ یا تو ما رو به هم دیگه میرسونی یا ما با هم فرار میکنیم. با همون هواپیمای قراضه فرار میکنیم. اسمت زینبه؟ دیگه خوشبختم شوهر. بزن آقا، بزن. مرگ من بزن، راحت کن، خجالت نکش. بزن خدایا خداوندا، این بدبختی کی تمام میشه؟ خرس میاد سر رام، اون نشد گرگ میاد. خودمو میزنم، هواپیمام افتاد. من نمیتونم یه آدم معمولی بشم. بله شمارم انداختن اینجا. سلام. چطوری میتونم برم بیام؟ از اونجا کجایی؟ زینب خانم، کم کم هوا داره تاریک میشه. شما دیگه برگردین هتلتون. نمیشه، من یکم دیگه هم میگردم. ببینین زینب خانم، منطقه از اینجا به بعد یکم خطرناکتر میشه. حیوانای وحشی هم زیاد داره. متاسفم اما نمیتونین اینجا بمونین. باشه، من مسئولیت خودم رو قبول میکنم. بخواین برگ مرگم امضا میکنم. زینب خانم، نمیتونم بذارم کسی که آموزش ندیده و با این منطقه هم آشنا نیست تو گشت شبونه شرکت کنه. به خاطر صلاح خودتون میگم. برای همینم دیگه باید برگردین. در ضمن این یک دستور، یه اکیپ هم دنبال شما نگرده. یکم دیگه اطراف رو میگشتیم ما. شما فاتح رو نمیشناسید. اون یه آتیش هم بلد نیست روشن کنه، شب اینجا یخ میزنه. فاتح! زینب همونجوری با تعجب اطرافش رو نگاه میکرد. سلیمم تو بغلش، نمیدونست با اون چی کار کنه، کجا بره. البته منم اونطوری بودم، ولی چه میدونم، ما دوتا انگار عکسایی بودیم که یکی نصفشون رو پاره کرده. بعد یهو با خودم گفتم ما اگه پیش هم باشیم، اگه عکسامون رو بذاریم کنار هم دیگه، عکس خوبی از آب در میاد. وای نستادم، یهو جوگیر شدم، دویدم پیشش، گفتم زنم میشی؟ یواش. اونم گفت هوی یواش بابا. خب بعدش اون که اونجوری گفت، خب منم کم نیاوردم، فوری بهش جواب دادم. آقا خدا رو شکر، پس سوء تفاهم حل شد. میخواین بذارین من برم نه؟ نه تو هیچ جا نمیری آقا. بابا جون تو چی داری میگی؟ بابا من اون خواهر شما یکم مخش تاپ داره. بابا دوسموس همچین چیزی نیست. بابا من اولین بار خواهر شما رو میبینم، اصلا نمیشناسمش. بزرگترا تصمیم گرفتن. چی گفتن؟ گفتن عاشقا رو جدا نکنیم. همین فردا زینب و با بزن و بکوب و ساز و دهل بهت میدیم خلاص. چی؟ نخود چی؟ آبجیمو میگیری و
اسممونو تمیز میکنی؟ مگه کثیف کردم که تمیز کنم؟ بابا شما از چی حرف میزنین؟ من متأهلم، زن دارم، بچه دارم، متأهلم. چی؟ زن دارم. زینب داداش بیا اینجا بینم. بفرما داداش. زینب خواهر گلم، خواهرم، به داداشت بگو دیگه، بگو تازه آشنا شدیم، بهم کمک کرده، آب خوردم، بهم آب داد، فقط همین، کار دیگه ای نکردیم، بگو دیگه. دختر این چی میگه؟ این که میگه زن داره. چی؟ بسترم بشه خاک بسترم. چی میگه؟ نه به خدا، نه از ترس داری اینطوری میگی، ترسیدی؟ بابا چی داری میگی تو؟ چی میگی؟ اینجا ببینم. چی کار میکنی؟ همچین چیزی نیست. راستشو بگو دختر، راستشو بگو. بس داماد. ای فاته، چرا اینقدر وحشی شدی شیر مرد عزیزم ها؟ از داداشم خجالت میکشی؟ نکش پسر کوچولی خجالتی. خودم این خدایا جون من خواب باشه. آی کپی زینبه، تو هم شوکت بابا، اینه همش خوابه. خدا آی. بابا راستشو بگو، راستشو بگو. کن. تو مرد خوبی هستی، یعنی نه بهترین مردی هستی که تا حالا دیدم. ای بابا گرفتی ما رو تو، اما ای بابا خوبه، همش یه قهوه برات آوردم. برای همینم بهترین مردی هستی که تا حالا دیدم. بهت قول میدم فاتح پیدا میشه. تا فردا مهلت بده. اگه تا فردا فاتح پیدا نشده باشه، دوتایی با هم میگردیم، البته بی چمدون. فهمی از کجا میدونی پیدا میشه؟ عزیزم دیگه چند بار باید بگم، اون همه آدم الان دارن دنبالش میگردن. اکیپ گشت پلیس الان همه دنبال اونن.